سرم خاک کفیم اوی حسین است. جناب آقای مهدوی، در خصوص یک فرض محال میخوایم صحبت بکنیم که محال نیست. فرض کنید یک روز آنکه خیلی سرتون شلوغ بود تشریف میبرید خونه و میخواید خستگی در کنید. وقتی در منزل رو باز میکنید همسرتون بهتون میگه که آقا حجت مهمان داریم. برای شما سوال پیش میاد که این دو مهمان کیان؟ به شما میگن آقا امام حسین و حضرت عباس در پذیرایی منزل نشستن و منتظر هستن که شما رو ببینن. با این دو بزرگوار چطور برخورد میکنید؟ بله، همونطور که فرمودید فرض محال نیست. اگر این اتفاق بیفته هم از موجبات افتخار من هست و هم از موجبات اضطراب منه. یعنی یک حس دوگانه و متضاد که به تعبیر مولانا هستیش در هستیش روپوش شد، پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هستیش روپوش شد. در این انجزا و در این ذوب من فکر میکنم که من فقط سکوت رو اختیار میکنم. برای اولین بار اگر آقای امام حسین رو ببینید از ایشون چی میخواید؟ من در این شرایط از امام حسین میخوام که همونطور که ایشون فرمود که خداوند همتهای بلند رو دوست داره و از همتهای حزیز و از همتهای کوچک بیزار هست. از اون میخوام که دعا کنه برای من که خداوند مقدمات همتهای بلند رو برای من فراهم بکنه. از بچگی قابهای بسیاری رو برای ما تعریف کردند از صحنه‌های روز عاشورا. آقای امام حسین به شما میگه که آقا حجت هر جای این صحرای کربلا خواستی در کنار هر فردی که خواستی میتونی باشی. کدوم قاب کربلا رو انتخاب میکنید؟ ببینید همه چیز بستگی داره به اون نگاه و دیگر هیچ. به تعبیر مولانا کهربا دارند چون پیدا کنند کای هستی تو را شیدا کنند. اگر اون نگاه اتفاق بیفته همه چیز زیر و زبر خواهد بود. ما بر اساس معتقدات و گزاره‌های شیعی بر این باوریم که در صحرا و در صحنه کربلا اتفاقاتی که افتاد و جریاناتی که ایجاد شد، اون پایایی، اون مانایی، اون اخلاص، اون قداست، بخشی از اون، اگر نگیم تماماً، بخشی از اون محصول و معلول این نگاه ها بوده. این نگاست که میتونه تأثیر گذار باشه. همونطور که در قصه حبیب ابن مظاهر و در قصه حضرت حر این رو دیدیم و پاری از اصحاب کبار امام حسین این رو ما تو زندگیشون به هر حال شنیدیم. آقای امام حسین و حضرت ابوالفضل اومدن و با آقا حجت صحبت کردن و الان موقع خداحافظیه و جلوی در خونه شما دارن میرن. لحظه خداحافظی به آقا چی میگید؟ شاید مثلا من از حضرت سید الشهدا امام حسین در این لحظه حساس و ماورایی و نورانی و روحانی شاید این استمداد رو بکنم: یا رب از ابر هدایت برسان بارانی، پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم. ببینید من بر این باورم و بر این باور دارم که ما باید در این زمان پرآشوب که به هر حال آشوب‌های متعددی ما رو تهدید و ترعیب میکنه، باید مناسبات خودمون رو با حضرات معصومین، خاصه با حضرت امام حسین، مورد بازخوانی قرار بدیم و مناسباتی رو تنظیم کنیم که
حقیقتاً جزء شیعیان آن حضرت باشیم و حقیقتاً لبیک گوی آن حضرت باشیم که اگر فرمود آیا کسی است که مرا یاری بکند. میدونید این سخن یا این پژواک یک بار واسه همیشه نبود. حقیقتاً امام حسین رو در همه مرابطات و مناسبات و در همه جریانات زندگی بهش تأسی کنیم و ازش تأثیر بپذیریم. سخن آخر من سخنی است از بیدل دیلوی که همیشه این رو من ترنم میکنم، این بیت زیبای مولانا بیدل دیلوی رو که فرمود کیست در این انجمن محرم عشق غیور، ما همه بی غیرتیم آینه در کربلاست.